طوری که هموطنهای ما اطلاع دارند در این سالهای آخر غصب زمین و اعمار ساختمان‌های خودسر در سرتاسر کشور زیاد شده، از جمله در شهر کابل همچنان. به می ارتباط بود که شورای محترم امنیت یک مصوبه را تحت نام مصوبه 34 مورخ 31 سنبله 1394 صادر کردن به شهروالی کابل و گارنیزیون شهر کابل وظیفه سپردند تا از غصب زمین‌های دولتی و شخصی و اعمار ساختمان‌های بدون نقشه و غیر قانونی در شهر کابل جلوگیری شود. سایه اولی ما رو گرفته، هوای اولی ما رو گرفته، درخت‌ها و غیر ذالک که همه خشک شدن، حتی آب ما رو خشک کردن حویلیشان و اطفال و چی ما اصلا در حویلی گشتن نمیتونن، همه تحت سایه است. فعلا شما دیده میتونین ببینید که دمی مثلا نمازدیگری یا آلیان نمازدیگری نشده، همه حویلی ما تاریک است و حویلی شوشای ما که اصلا کسی گشتن نمیتونه در حویلی. یک مزاحمت مطلب. شما در آغاز که کندنکاری میشد آداب عرض داده کردیم ما چون زمین شماست ما خلاف شریعت هیچ مانع دو منزله شما شده نمیتونه. اما یک شب وقتی که من غایب بودم اینا در حالت غیاب من و از عاجزی و مسکینی من استفاده سو کردن و خلاف حقیقت وعده کردن، وعده خود مخالفت کردن، تعهد کردن. تعهدشان در شهروالی موجود است که ما از دو منزله اضافه نمیتونم، اون قبول نکردن. همه موضوعاتی که اینا کردن بدون مجوز قانونی و از طریق ظلم سر همسایه.